سوریه رو دارن آماده میکنن. سوریه کامل تابع اینا، موافق اینا بشه، شروع میکنن غزه رو دوباره با خاک یکسان میکنن. از اون ور لبنان رو همینطور برنامه جدی برای لبنان دارن و محور سوم که ایران باشه. اینا توی سال جدید چنین برنامه‌ای دارن، برنامه قطعی برای مقابله با ایران. از قضا تابوش هم براشون شکسته شد. یعنی اینا یه بار اون چک و چککاری رو پشت سر گذاشتن، الان تقریبا دستشونه. توان نظامی ایران چقدره، بخواد بزنه چطور میزنه، نزنه چطور میزنه، تقریبا یه چیزی دستشون. سال جدید سال خیلی پر ریسکیه از نظر علم تحلیل و اخبار و اطلاعات و کف میدون. منتها همه اینا رو که گفتیم یک استثناء داره. ما خدا رو لحاظ نکردیم. ما تمام این حرف و سخنا رو گفتیم بدون محاسبه خدا. یعنی نعوذ بالله اصلا انگار خدای وجود نداره تو این دنیا، فقط ماییم که داریم زندگی میکنیم و برنامه رو میبریم جلو. اصلا این نیست. مدیریت تمام این تحولات دست خداست. یهو خدا میندازه به دل یمنی‌ها و میگه خب شما شروع کنید دوباره اونور، میخواین این ور منطقه رو به آشوب بکشونید ها، از این به بعد کشتی‌های اسرائیل حق ندارن. یعنی یکی از بدترین اخبار برای ترامپ این بود که داشت برنامه‌ریزی میکرد با روسیه بخوان پشت ایران رو. یهو اینا 3 تا کشور که دیگه جایگاه ایران ثابت بشه به عنوان ابرقدرت، چین، روسیه، با هم رزمایش مشترک دریایی برگزار. یعنی چی؟ چه پیامی رو میخواد برسونه؟ یهو میبینی مثلا پوتین میگه خب برای چی مثلا الان ترامپ باید بیاد با من مبادله بکنه؟ من که خودم دارم اوکراین رو میگیرم. اتفاقا به نظر من اونجا رو نباید از دست بدم، چون اینا اوور تروریست تربیت میکنن، چچنی تربیت میکنن، میفرسته دوباره امنیت من به خطر. اینو که دیگه امریکا نمیتونه برای من تضمین کنه. پس ولشون، بذار دوباره رو همون نقشه قبل. نمیدونم شاید این نباشه، ولی خداست دیگه. خدا یهو دلش میخواد، یهو مثلا اینا دارن این منطقه رو میریزن و هم یهو از داخل امریکا شروع میکنه به آشوب و درگیری و اتفاقات. تمام اینا عزیزان و بزرگواران، همه اینا بنده به اراده خداست. تا خدا نخواد هیچ اتفاقی نمیفته.